الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات مملو از صفا و صمیمیت، لحظات بعد از عصر روز جمعه، بیننده برنامه خودتان، برنامه آموزش روحانی قرآن می باشید. خدمت تک تک شما گرامیان و ارجمندان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که صحتمند و سرحال و شادکام بوده باشید. خدمت شما هستم با برنامه دیگر از برنامه های خودتان و انشاءالله در این برنامه با درس دیگر از درس های قرآنی در خدمت شما هستم و درس امروزیمان انشاءالله صفحه 130 و 131 قرآن چاپ مدینه منوره است، از آیه 19 تا آیه 35 سوره الانعام. و اما قبل از آن به کلیپ های ارسالی شما عزیزان توجه می کنیم و می بینیم و انشاءالله البته کلیپ های ارسالی شما طی 3 بخش طی 2 ساعت پخش خواهد گردید و منتظر بخش دوم و بخش سوم نیز باشید. البته حالا بخش اول را با هم می بینیم و بعد از آن دوستان گرامی که تلاوت کردن قرآن را در مقابل خود بگیرن و اگر اشتباهی بود، ملاحظه‌ای بود، به ملاحظاتی که گفته میشه توجه کنم تا انشاءالله در دفعات بعدی انشاءالله مشکلات یا اشکالاتی که وجود داره یا اشتباهاتی که وجود داره رفع شود. خب با هم بخش اول کلیپ های ارسالی شما گرامیان را میبینیم و بعد از آن در خدمت شما خواهم بود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا كالكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأنا بر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تبت يدا أبي لهب وتب ما أنفق ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة حطب في جيدها حبل مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. من كل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مؤصدة في أمد ممددة. تبت يدا أبي شربي وتاب ما غنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستم. البته بخش اول کلیپ های ارسالی شما گرامیان را دیدیم و گوش دادیم. در بخش اول سیدرا جان و خالد و اسما و محمد شبیر و سارا و مصلح الدین و اوین یا اوین، درست اگر نامشان نطق کرده باشم، و اسرین و محمد امین و عبدالرحمن و طیبه را گوش دادیم و شروع میکنم از سیدرا جبار، دخترک گل ما از کردستان. تشکر میکنم از والد گرامی و پدر گرامی سیدرا جان. احسنت دخترک گل، این اعطیناک الکوثر خوب تلاوت کردی، انشالله که اشکال جدی نبود. فقط در آخر این سوره ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دخترک گل، هو الابتر، هو الابتر. احسنت، دیگه اشکال جدی نبود. بیننده بعدی ما خالد بود. خالد از بیننده‌های دائمی ماست، ماشاءالله. خالد دائم کلیپ میفرسته. این بار سوره قل اعوذ برب الناس را تلاوت کرد. احسنت خالد جان. فقط ملک الناس دیگه حناس نی، خناس کلمه خناس خیس حینس، یا یوسوسو نیست خالد جان،
چون حرف یا مضموم هست پیش داره، پس اگر یوسوسو خواندیم یعنی فتحه دادیم، یا را مفتوح خواندیم، یا را با زبر خواندیم، در حالی که اینجا یا ضمه داره پس یو خوانده میشه، یو وسوسو. تشکر خالد جان. بیننده بعدی ما اسما گل، دخترک گل ما 4 ساله. احسنت، آفرین. البته باز هم اشکالات در نطق اسما جان داره و انشاءالله که به مرور زمان اشکالات رفع میشه. دخترک گل اسما جان ما اغنا عنه ماله و ما کسب. دیگه ذات لهب دخترک گل. و آخرین آیه و امرأته و ام نمیخونیم، وم مستقیما و با میم وصل میکنیم و میچسبانیم، الف نطق نمیکنیم. و امرأته خوانده نمیشه، و امرأته حمالة الحطب. تشکر اسما جان. بعد میریم سراغ بینده بعدی ما. خب محمد شبیر جان بودن. شبیر جان احسنت بچه گل ما، اما متوجه باش منفکینه، سوره بینه رو تلاوت کردی، منفکینه نخوانی، چون بعد از نون ساکن ما چه داریم؟ حرف ف داریم و ف از جمله حروف اخفاست، پس میخونیم منفکینه که خواندیم اظهار کردیم، در حالی که اینجا اظهار نیست. دیگه صحفا حرف ح، دیگه اشکال دیگر نبود. خب دخترک ما سارا گل از کردستان عراق، باز هم اینا سوره تبت ید ابی لهب یا سوره مسد را تلاوت کردن. تبت ید ابی لهب و تب. دخترک گل سیصلا نارا ذات اللهب نمیخوانیم، ذات اللهب چون الف لام نداره. اگر به قرآن را باز کنین، قرآن متوجه شوین، بعد از ت مستقیما حرف لام است، ذات لهب. اگر الف لام میشد باید ذات اللهب میخوانیم، در اینجا فقط ذات لهب. تبت ید ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. ذات لهب اگر وصل کنیم ذات لهب و امرأته نمیخوانیم. دخترک گل سارا جان. شکر از سارا جان. بعد مصلح الدین از تاجیکستان. مصلح الدین پسرک گل ما، احسنت، آفرین، ماشاءالله، خوب تلاوت کردی، زیبا تلاوت کردی. فقط بحمدی، فسبح بحمدی، حرف ح نطقش حیس، هی نیست، بحمدی نمیشه، بحمدی. خب دخترکای گل ما اوین و اسرین، البته من ندانستم که اسرین کدامشون بود، منتهی که دخترک کوچولو ماشاءالله وقت اگر اوین جان خوانده باشه اسرین خیلی خوب خواند، نطق کرد ماشاءالله. دخترک گل ما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد خیلی زیبا نطق کرد، احد، قل هو الله احد، احسنت، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، فقط لم یلد است. دخترک گل یم یلد نمیخوانیم، لام هست، لم یلد و لم یولد. احسنت اوین و اسرین جان. بیننده بعدی ما محمد امین بود از کردستان. محمد امین جان تشکر میکنم. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. محمد امین جان فل الف لام داریم، فی الحطمه، خودت فی حطمه خواندی، الف لام حذف کردی، در حالی که ما الف لام داریم. پس کلا لینبذن فی الحطمه. نار الله حرکت آخر هیره بلام میچسبنیم، نار الله الموقده. نار الله موقده نمیخونیم چون الف لام داریم. نار الله الموقده.
محمد امین جان بدون الف لام این هم نطق کرد. انها علیهم مؤصده، علیهم مؤصده. اینجا ادغام است، چون بعد از میم حرف میم آمد و میم بعدی هم مشدد است، پس نمیخوانیم انها علیهم مؤصده، نمیخوانیم انها علیهم مؤصده. خب بیننده بعدی ما طیبه جان از تاجیکستان بود. طیبه گل ما هم سوره مسد تبت ید ابی لهب تلاوت کرد و البته باز هم اشکالات وجود داشت. انشاءالله که امیدواریم طیبه جان در کلیپ بعدی، البته طیبه 3 سال بیش نداره و طبیعی است که برخی کلمات و برخی حروف را درست نطق کرده نتانه، یه امر طبیعی است. اما انشاءالله با تلقین بیشتر و با تلاش بیشتر پدر و مادر انشاءالله طیبه جان و همچنین عبدالرحمن جان از کابل، اینها میتونن که در سن 4 سالگی و 5 سالگی بسیار راحت تلاوت کنن. عبدالرحمن جان، از عبدالرحمن جان هم تشکر میکنم از والدین گرامیشان که با وجود سن کمشان که 2 ساله هستن ماشاءالله کلمات سوره فاتحه را خیلی خوب نطق میکرد. البته بعض اشکالات وجود داشت. امیدوار هستم که این اشکالات و این اشتباهات در برنامه های بعدی و در کلیپ های بعدی با تلقین بیشتر، با نطق بیشتر حروف و کلمات، این مشکلات و این اشتباهات انشاءالله یکی پی دیگر رفع شود و عبدالرحمن و طیبه و ساره و اینو همه دوستای ما انشاءالله که در مدت بسیار کمه انشاءالله که بهترین قاری ها و بهترین کسانی به بار خواهند آمد که قرآن را خوب بخوانند و خوب تلاوت کنند و زیبا تلاوت کنند و امت اسلامی بالاخره از تلاوت های از اینا لذت ببره و مستفید شود. تشکر میکنم از دوستایی که در بخش اول کلیپ تلاوت کردن و حالا میریم به سراغ درس امروز ما که صفحه 130 و 131 قرآن چاپ مدینه منوره از سوره انعام از آیه 19 شروع میکنیم به یاری الله متعال که با کلمه قل ای شیء اکبر شهاده آغاز میشه. خب شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهيدا بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خب قل ایو، یا اینجا چی داره؟ مشدد هست، پس قل ایو نمیخوانیم، قل ایو شیئن بعد از تنوین حرف همزه هست و وقتی گفتیم حتی 2 فتحه یا کسره یا تنوین متساوی را دیدیم مستقیما چی میکنیم؟ اظهار میکنیم، یعنی نون تلفظ میکنیم. قل ای شیء اکبر. متوجه باشین که اینجا شیء همزه است، بعد اینجا هم همزه است. قل ای شیء اکبر شهاده. شهاده در صورت وقف هی تلفظ میشه و اما اگر وصل کردیم
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لكن اینجا وقف میکنیم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله قل الله نمیخوانیم. اینجا لفظ جلاله را مرقق میکنیم، یعنی باریک تلفظ میکنیم. قل الله شهید بینی و بینکم شهید بینی شهید بینی و بینکم اقلاب شهید بینی و بینکم و اوحی و او اگر واو نمیشد و اوحیه میخوانیم، چون واو هست اینجا اندک کمک میکنه و واو نطق میشه. و او یکی او داریم، یکی او. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به قرآن لانذرکم بعد از نون حرف ذال هست، بناهن اخفا میشه. لانذرکم به و من بلغ باز هم اقلاب، نون نطق نمیشه، میم به صورت مخفی یا اخفا همراه با غنه تلفظ میشه. و من بلغ نمیخونیم. و من بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة آلهة أخرى اینجا هم اظهارت، چون بعد از تنوین حرف همزه آمد. آلهة أخرى و همزه از جمله حروف اظهار است. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد بعد از تنوین حرف واو آمد و واو از جمله حروف ادغام هست. إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خب میریم سراغ آیه بعدی، آیه شماره 20. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اینجا وقف لازم هست، باید وقف کنیم. كما يعرفون أبناءهم میم علامه وقف لازم است. الذين خسروا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. میریم سراغ آیه 21.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى مفخم خوانده میشه، پر خوانده میشه، على الله كذبا إظهار كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. حركة آخره حیره مستقیما وصل میکنیم به ضوی و الف لام تلفظ نمیشه. إنه لا يفلح الظالمون. باز نخوانیم که اگه گفتیم تلفظ نمیشه انه لا يفلح الظالمون بخوانیم لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم شین را و ها هر سه حرف چه هست؟ مضموم هست، پیش داره. نحشرهم جميعا ثم بعد از تنوین حرف ث آمد و ث از جمله حروف اخفا هست. جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم اگر وقف کردیم اما وصل أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم میم و نون مشدد گفتیم به مقدار 2 حرکت چی فشار داده میشه، گویایی که 2 حرف باشه. ثم لم تكن فتنتهم. چرا لم تكن نخوانیم؟ چون بعد از نون ساکن حرف فی هست و فی از جمله حروف اخفاست. پس ثم لم تكن نون مخفی میکنیم. لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا باز هم قاف از جمله حروف اخفاست. أن قالوا والله ربنا مكسور است والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
يفترون. انظر. انظر اینجا فعل است، فعل هم فعل امر است و قبل از اون همزه وصل است و هرگاه وقت فعل در اول کلام آمد یا در اول جمله آمد همزه وصل ببینیم چی میکنیم، یعنی مفتوح میخوانیم یا مکسور میخوانیم یا مضموم میخوانیم. حرف سوم میبینیم. حرف سوم چی است؟ حرف ضوی هست. حرف سوم حرف ضا، حرکت حرف ضا مضموم هست، پیش داره. بناهن همزه وصله یا ای الف هم چی میخوانیم؟ مضموم میخوانیم. اما اگر حرکت سوم در فعل مفتوح باشه، فتحه داشته باشه یا کسره داشته باشه، باز در اون صورت چی میخوانیم؟ در اون صورت مکسور میخوانیم، مجرور میخوانیم، یعنی مفتوح نمیخوانیم. مثل اضرب. اضرب ر حرف سوم فعل است، مکسور هست، همزه را هم مکسور میخوانیم. یا اذهب. اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب. در اذهب حرف سوم میبینیم که الف ذال ه مفتوح است، اما باز هم چی میخوانیم؟ مکسور میخوانیم. اگر گفتیم در اول کلام یعنی فعل حرف سومش مفتوح و یا مکسور بود، همزه وصله مکسور میخوانیم، اما اگر مضموم بود حرف سوم مضموم میخوانیم. مثل انظر. اینجا چرا نخوانیم انظر؟ چرا انظر نخوانیم؟ حرف سوم میبینیم در فعل که مضموم هست. پس اینجا میخوانیم انظر کیف کیف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بریم سراغ آیه بعدی. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وقف کردیم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك. اینجا ادغام هست. گفتیم هرگاه بعد از میم ساکن حرف میم بیاید ادغام میشه، حرف بی بیاید اخفا و در مابقی حروف اظهار. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. بعد از نون ساکن حرف یا آمد و یا از جمله حروف ادغام هست. أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا قف قلقلة مشاء. وإن يروا
وإن يروا بعد از نون ساکن حرف یا آمد و یا جمله حروف ادغام است. وإن يرون میخوانیم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. اینجا هم ادغام است چون حرف لام آمد. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اینجا متوجه باشین که حرف سین و حرف توی مخارجشان با هم مختلف است. سین باریک خوانده میشه، از جمله حروف استفاله است و توی از جمله حروف استعلا هست. پس متوجه باشیم که اساطیر نخوانیم، سین هست. اساطیر سین باریک خوانده میشه، توی پر خوانده میشه. اساطیر چون حروف استعلا است و از صفاتش هم اطباق هست. إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون حيث ينهون عنه وينأون، اولی حس و دومی همزه است. توجه باشیم که هی را هم حقش ادا کنیم و همزه را هم. ینهون و ینأون وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. اگر وقف کردیم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا اینجا الف است يا ليتنا نرد نون مضموم هست ری مفتوح نرد ولا نكذب ولا نكذب واسه خواندن شوا ولا نكذب ببخشید نكذب خواندم اشتباها ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. میریم سراغ صفحه بعدی 131. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا إدغام يخفون من قبل اینجا اخفا و اینجا هم قلقله. ولو ردوا دال مشدد
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاف ألف دار لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنیا. باز مد نتین إلا حیاتنا الدنیا خوانده نمیشه. اینجا مد هست، مد منفصل. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بمبعوثين بقلقله میشه. آیه سی ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا مد منفصل على ربهم به هم مشدد است، ره هم پر خوانده میشه. قال قاف هم امرای الف که به اوج اطباق و اوج تفخیم هست. قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا مستقيما حركة آخر قاف باللام وصل میکنیم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد قلقلس خسر سين مرقق کنده میشه، خ مفخم. خسر الذين كذبوا بلقاء الله بلقاء باز قاف مفخم خوانده میشه، اینجا مرقق است. بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم. اینجا اظهار است، اینجا هم اظهار است. على ظهورهم باز هم اظهار است، چون گفتیم اگر بعد از میم حرف ب و یا میم نبود
مستقیما اظهار میکنیم، در ب اخفا و در میم بعد از میم ادغام. الا ساء ما یزرون. میریم سراغ آیه 32. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اگر توقف کردیم متوجه باشین که اگر توقف کردیم اینجا یک نقطه بسیار باریک و دقیقی است. بعضی ها اگر آمدن توقف کردن شاید بخونن إلا لعب ولهو ولهو ولهو. در این حالت ه را مضموم کردیم، در حالی که ه اینجا چه هست؟ ه ساکن هست و وقت وقف میکنیم واو هم ساکن میشه، بنابراین دو ساکن یک جا میشه. خیلی متوجه باشیم که وقت توقف میکنیم الا لعب و لهو، ه را ساکنشه حقش ادا میکنیم، ساکن قائل میشیم. اگر لهو خواندیم مضموم کردیم لهو. وللدار الآخرة خير للذين يتقون خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیه بعدی آیه 33. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد القلم نعلم إنه ایواو کمک میکنه با زمه إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. در سورة وقف ولكن الظالمين مستقيما وصل میکنیم ولكن الظالمين مدغم میکنیم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قلقلة قطب جد جيم الجملة حروف قلقلة است. میریم سراغ آیه بعدی. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. مرسلین خوانده نشود چون حرف سین مفتوح است. ولقد قلقله کذبت ذال مشدد كذبت باست ساکن رسل من قبلك بعد از تنوین میم آمد ادغام رسل من قبلك اینجا اخفا فصبروا
على ما كذبوا ذال مشدد وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اگر وقف کردیم ولقد جاءك من نبأ وقف، به خاطر اینجا یا اضافه هست. رسم قرآن چنین است و این یا به همین منوال به همین شکل در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شد و حکمت از آن را الله تعالی خودش بهتر میداند. اما اینجا نطق نمیشه، علامه به خاطر مانده شده که یا گویا اضافی است و یا نطق نمیشه. اگر توقف کردیم من نبأ میخوانیم. ببینید من نبأ المرسلین فقط همزه را حقش ادا میکنیم. من نبأ المرسلین نمیخوانیم، من نبأ المرسلین. بریم سراغ آیه بعدی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فتأتيهم خواندن شو فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان إن جاء إخفاص كبر عليك عين ساكنة إعراضهم فإنس مستقيما حركة آخر النون بسين وصل میکنیم. فإن استطعت ببینین اینجا سین مرقق خوانده میشه و ت هم مرقق خوانده میشه. بعد در وسط اینجا باز ت مفخم پر خوانده میشه. بعدش باز اینجا ت داریم، ت مرقق خوانده میشه. پس اینجا خیلی متوجه بود که برخیانه باز بخوان فإن استطعت به خاطر توی نه، سین مرقق است، ت مرقق است و ت بعدی هم مرقق است، توی مفخم است. پس میخوانیم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما، اگر وقف کردیم، اگر وصل کردیم أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. سلما في السماء اینجا اخفاص في السماء فتأتيهم بآية. اینجا میم بعد از میم حرف ب آمد و ب گفتیم هرگاه بعد از میم ساکن حرف ب بیاید حکمش حکم اخفا هست. فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم اینجا اظهار لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. خب بینندگان عزیز و گرامی، و فضل و مرحمت و یاری الله متعال از شرح این درس از درس های ما صفحه 130 و 131 تمام شدیم، ای را به اتمام رساندیم و حالا همین درس را به صدای شیخ مهندس خلیفه الطنیجی، امروز با قاری جدید آشنا میشین،
با صدای شیخ مهندس خلیفه التنیجی همین در صفحه 130 و 131 گوش میدهیم و بعد از آن بار دیگر در خدمت شما عزیزان و گرامیان خواهم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خب بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستم. درس امروز صفحه 130 و 131 را به صدای شیخ مهندس خلیفه التنیجی با هم گوش دادیم و همچنین بخش دوم کلیپ های ارسالی شما عزیزان را نیز دیدیم و در این کلیپ عبدالرحمن 4 ساله از قزاقستان و احمد از تاجیکستان و مریم از تاجیکستان و محمد عزیز از افغانستان و حمیده باز هم از افغانستان و آسی از تاجیکستان و شعیب از افغانستان، این دوستا و این گرامی ها و این گل های گلستان قرآنی تلاوت کردن. خب شروع میکنیم از
عبدالرحمن 4 ساله از قزاقستان. عبدالرحمن جان ماشاءالله سوره فاتحه را خوب تلاوت کرد، مشکل جدی نداشت بجز اینکه العمت نمیشه محمد عبدالرحمن جان، انعمت بنون هست. اگر قرآن ببینی انعمت بعد از الف نون هست، بس صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. احمد از تاجیکستان، احمد جان سوره اخلاص را تلاوت کرد. ما ملاحظه جدی روی تلاوت احمد ندارم، البته سن خوردش تقاضا میکنه که بعضی حروف درست نطق کردن نتونه. در کل خوب بود ماشاءالله، احسنت. مریم گل از تاجیکستان سوره قل هو الله احد، ماشاءالله مریم جان خیلی خوب تلاوت کرد. فقط قل هو الله خواند، قل هو الله مریم جان، قل هو الله احد. محمد عزیزی آیات اول سوره بقره تلاوت کرد. محمد عزیز بینندای دائمی ماست. فقط محمد جان الکتاب خواندی، الکتاب نمیشه، الکتاب، کاف هم باریک میخوانیم، تیر هم باریک میخوانیم. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه. هدى للمتقین، متقین نمیخوانیم، هدى للمتقین. ومما رزقناهم، ومما رزقناهم، هی و میمه ظاهر کو محمد جان، شاباز، آفرین. بیننده بعدی ما حمیده گل از کابل بود، بازم سوره فاتحه را حمیده تلاوت کرد، ماشاءالله خوب تلاوت کرد. تعلیقی باز هم ندارم. و روی تلاوت آسیا گل که واقعا دختر ما هم افتخار هست، افتخار ماست ماشاءالله. این دو گل ما سوره فاتحه را تلاوت کردن، احسنت. البته باز هم سنشان خیلی کوچک بود. و همچنین بیننده بعدی ما شعیب جان آیات اول سوره بقره تلاوت کرد، خوب بود تلاوتش ماشاءالله. با اینکه اولین بار، شاید نمیفهم که اولین بار است یا قبلا هم فرستاده، اما در کل ماشاءالله زیبا تلاوت کرد. فقط شعیب جان متوجه باشی بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم نمیخوانیم، خی نیست، حیث. اگر احمد جان از صفحه اول قرآن سوره فاتحه را اگر روی مانیتور ظاهر کنید تا ای که ما به افتخار حمیده گل و آسیه گل سوره فاتحه را یک بار تلاوت میکنم تا متوجه شوند، چون سوره فاتحه خیلی سوره مهم است و عده زیادی از بینندای ما در هر برنامه این سوره را تلاوت میکنن. باز هم یک بار دیگر به افتخار حمیده و آسیه گل، دو دخترک گل ما، یک بار دیگر این سوره را تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب ما فقط خواستم که یک بار دیگر به افتخار کل بیننده های عزیز و گرامی و به خصوص حمیده گل و آسیه گل، دو دخترک گل ما که امروز تلاوت کردن، و همچنین عبدالرحمن جان که از قزاقستان سوره فاتحه را تلاوت کردن، به افتخار از اینا یک بار دیگر این سوره را تلاوت کردم. خب حالا میپردازیم به درس فرعی برنامه ما که در این برنامه سوره سوره قریش هست. با هم میریم این سوره را برخی از نقاطش
که برخی از بیننده ها دچار اشتباه شده بودن و در برنامه گذشته تلاوت کردن با او اشاره میکنیم و بعدش انشاءالله دوباره برمیگردیم و تماس های شما عزیزان و گرامیان را خواهیم داشت. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خب، البته برخی از بیننده ها لإلافی میخوانن، لإلافی، در حالی که اینجا متوجه باشین که حرف یا هست. لإلافی بعد از همزه ما حرف یا داریم. لإیلاف قریش در حالت وقف. اگر خواستیم وصل کنیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، این گونه میخوانیم. اما لإیلاف قریش وقف. لی متوجه باشین، لإیلافی، لإیلافی، لإیلافی قریش، قریش، لإیلافی قریش ایلافهم، اینجا یای خورده متوجه باشین، ایلافهم، ایلافهم، اظهار اسمیم، ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقف میکنیم. رحلة الشتاء والصيف. بعد فليعبدوا رب هذا البيت. برخیا فلیعبدو میخوانن، فلیعبدو. اگر فلیعبدو خوانیم لی کسر دادیم، اینجا کسره قائل شدیم، زیر قائل شدیم، در حالی که ببینین لام ساکن هست. پس فل اگر مکسور می بود فلی میخواندیم، اینجا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اگر وقف کردیم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اینجا ادغام است. اطعمهم باز کسی نخوانه، اطعمهم من جوع نمیخوانیم، من جوع، چون اینجا اخفاست. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، اینجا ادغام. جوع نمیخوانیم، جوع وآمنهم من خوف، اینجا اظهار میکنیم، من خوف. خب دوستای گرامی، امیدوار هستم که از شرح برخ نقاط این سوره قریش که یکی از سوره های کوتاه قرآن است و دائما حتما در نمازها تکرار میشه، امیدوار هستیم که از شرح درس مستفید شده باشین. و دوستای گرامی ما، کودک های عزیز و گل های گلستان قرآنی، وقتی در برنامه های بعدی این سوره را تلاوت میکنن، انشاءالله که
دچار اشتباه نشند. خب حالا میریم دنبال تماس های شما گرامیان و اولین تماس را با هم میگیریم. سلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما خود معرفی بکو، از کجا تماس میگیری و کدام درس تلاوت میکنی؟ درس فرعی، درس اصلی یا جای دیگری؟ محمد هستم. میخوام خب. درس امروز رو تلاوت. محمد جان از بینندای دائمی ماست. خب محمد جان بفرما درس امروز تلاوت میکنی؟ بله. بفرما، در خدمتت هستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوباره محمد گل دوباره بسم الله الرحمن الرحیم بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن الرحیم عندك کسره را ظاهر کو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنت محمد جان، بفرما. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. احسنت ما شاء الله. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. محمد جان اگر توقف کردی خلاص کذبا بعد شروع کو. اگر خواستی واصل کنی ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. اگر خواستی وصل کنی این گونه بخوان، اما اگر خواستی وقف کنی ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. بفرما. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ما شاء الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول دوباره محمد جان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول محمد جان ما اتفاق کردیم وقت دو تنوین دو زبری که میبینی متساوی با هم نباشن گفتیم اخفا میکنیم، گفتیم نون نطق نمیکنیم. پس اینجا و یوم نحشرهم جمیعا که خواندی، اگر نون خواندی اینجا اظهار کردی، در حالی که اینجا اظهار نیست. اینجا بعد از تنوین حرف ث آمده و حرف ث از جمله حروف اخفاست. پس میخوانیم و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشركوا. بفرما. ويوم نحشرهم
ونحشرهم جميعا ثم أحسنت. نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ما شاء الله أحسنت. ثم لم تكن فتنتهم إلا دوباره محمد جان دوباره ثم لم تكن فتنتهم نه محمد جان، هدف من از دوباره گفتم بخوان این بود که فتنتهم خواندی. اگر ت را متوجه باشی حرف ت مضموم هست، پیش هست، پس میخوانیم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. بفرما. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا نه محمد جان ان نمیخوانیم، ان قالوا. احسنت. والله ربنا ما نه هی را ببین محمد جان، حرف ه مکسور هست، زیر داره. حرف هی لفظ جلاله، لفظ الله. والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. دوباره محمد جان دوباره وجعلنا على قلوبهم أكنة أن نه محمد جان تنوین داریم. تنوین هم دو حرف متساوی بالای ت را ببین، ت مربوطه، ما دو تنوین متساوی داریم. پس وقت تنوین متساوی آمد و بعدش هم حرف همزه بود، نون تلفظ میشه. اینجوری بخوان محمد جان. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. محمد جان يفقهوه وفي آذانهم وقرا قاف قلقلس وقرا. أحسنت. وإن يروا كل آيات لا نا محمد جان آية را ببین. وإن يروا كل آيات نا محمد جان نا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. آية لا يؤمن. آیات بالای یا، ما یا هیچی نداریم بجز فتحه، پس آیة لا يؤمنوا بها بخوان. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. دوباره إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. احسنت محمد جان، اکتفا میکنیم به همین قدر. ماشاءالله واقعا امروز
خیلی زیبا و خیلی با حوصله و آهسته و آرام و با اتقان خواندی محمد جان. ماشاءالله 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 محمد جان. تشکر از خودت. بفرما برادرت میخوانه. بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما. من میخوایم سوره قریش رو بخوانم. بفرما. درس امروز میخوای بخوانی؟ بفرما. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من تشکر. انشالله دفعه بعدی اگر خواندی الذي لام شده داره. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. تشکر میکنم. تشکر. من هم متقابلا اطفال عزیز، کودکای عزیز، قاری های محترم مثل خودت را خیلی دوست دارم مصطفی جان. تشکر. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایین خود معرفی بکنین، کدام سوره را تلاوت میکنین؟ متوجه نشدم. عبدالقادر گفتیم؟ بفرما. این الذین نمیخونه. درس امروزه؟ نه بقره. سوره بقره. بفرما. از ابتدای سوره بقره، اولی سوره بقره؟ نه این الذین کفروا. خب بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دوباره بخوان. دوباره. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عبدالقادر جان أنذرتهم ت مفتوح است، زبر داره. وقتی زبر داشت تهم ت. أنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بفرما. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقولون آمنا بالله. دوباره. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما شاء الله. أحسنت. يخادعون الله والذين آمنوا وما مد نیست اینجا. مد نیست. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا. بفرما. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أحسنت. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. تشکر عبدالقادر جان. چون وقت کم است میخوایم به بیننده‌های بعدی هم نوبت برسه. تشکر میکنم از خودت. برات ما دعا کنید.
آمین انشاءالله. خداوند تو و جمله مسلمانان را حفظ کنه. برادرت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من میخوام سوره لیله فی قریش. سوره قریش بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلاف. متاسفانه مثلی که تماس ما با بیننده قطع شد. امیدوار هستیم که دوباره تماس بگیرن. خب میریم سراغ بیننده بعدی. به خاطر وصل هستن. بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین. از کجا صحبت میکنین؟ من عبدالله از تاجیکستان 11 ساله هستم. میخوام سوره انعام رو از آیت 20 تا 23 خوندم. سوره الرحمن از آیه 20 بفرما. انعام. سوره انعام ما الرحمن. انعام بفرما. بفرما عبدالله جان. اعوذ بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ازلم من الله او بآیاته انه لا الظالمون. عبدالله جان کمی جایت تغییر بده، جایی که تو صحبت میکنی، چون صدایت قطع و وصل میشه، قطع میشه. دوباره آیت شروع کو بخوان. بسم الله. عبدالله جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحیم. و من ازلم افترى على الله او بآیاته انه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين عبدالله جان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا بفرما. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين الشركاء. لام نداره عبدالله جان. أين نمیخوانیم. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أشركوا أين از اینجا بخوان. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. آفرین. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا المشركين. تشکر عبدالله جان. تشکر میکنم از خودت. میریم سراغ بیننده بعدی که انشاءالله آخرین بیننده ما خواد بودن و بعد از آن میریم به سراغ کلیپ های بخش سوم کلیپ های شما. خب بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. سلام علیکم. صدای شما را ما دقیق نمیشنوم. بفرمایید بیننده گرامی خود معرفی بکنید.
سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی شما وصل هستین. به خاطر که وقت تلف نشوه. خب میریم بیننده بعدی را میگیریم. این آخرین بیننده خواد بودن. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین. سلام علیکم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من فاطمه از تاجیکستان هستم. میخوام سوره انعام رو از 23 تا 25 رو بخونم. از آیه 23. اما من متوجه نشدم نامت چی از گفتی؟ فاطمه. 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 خب بفرما فاطمه جان. انظر کیف. انظر. فاطمه جان انظر. بفرما. كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنون. كل آية فاطمة جان. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آيات نه آیات نه آیات. وقتی آیات خواندی فاطمه گل تو یک الف را اضافه کردی. اینجا الف نیست. آیات لا یؤمنون. و این گوش کن فاطمه جان. و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها. بفرما. وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العلی العظیم. آفرین 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 ماشاءالله. که پدر و مادرم دعا کن. آمین آمین. خداوند پدر و مادر خودت و جمله مسلمان ها را انشاءالله در حفظ و پناه خود داشته باشه و سایه‌شان از سرت کم نکنه انشاءالله فاطمه جان. خب دوستی ما در اتاق کنترل میگن فرصت داریم انشاءالله که دو بیننده دیگر هم تماس شنا میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. خود معرفی کن. عمر قدسی. عمر. ها. از تاجیکستان؟ نه از ایران. خب از ایران بفرما عمر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا
الصيف وللذين بله بفرما عمر جان بفرما. الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج جعلهما خزنتها. نه عمر جان دوباره این آیات تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج جعلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تشکر عمر جان ماشاءالله صدای زیبا و صدای گیرایی داشتی و در عین حال خیلی روان میخواندی. فقط عذاب السعیر سعیر به سین هست، سعیر نخوان دیگه، نظیر نی نذیر. فقط این دو ملاحظه بود دیگه. ماشاءالله احسنت عمر جان. خب اگر بیننده بعدی وصل هستن. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عبدالقادر، استاد دوست داشتنی، استاد دعوتگر، استاد مفسر قرآن و تجوید، الحمدلله شکر میکشیم. سلامت باشین برادر گرامی. فکر کنم خیلی اندکی مبالغه کردین. تشکر میکنم البته از لطفتان. الحمدلله خداوند اجر دارین به شما نصیب بگردانه. آمین. واقعا که شما دعوتگر هستید، واقعا که امروز مردم روشنگری میدهید، به خصوص مردم ملت فهیم تاجیکستان و ملت فهیم ایران، افغانستان. الحمدلله ما بسیار سپاسگزار از شما هستیم. الله بزرگ شما را اجر دارای نصیب بگردانه، والدین محترمتان، خودتان و شبکه‌تان برکت بده. ما فقط یک سوال داشتم در قسمت همین افغانا وقتی که قرآن ختم میکنند یا خلاص میکنند میگن که صدق الله العظیم. آیا این اهل سنت میگه؟ اهل سنت ما شما میگه و تشیع میگه که صدق الله العلی العظیم. ما علی میخواستیم که آیا کدام حدیث کدام چیزی درباره از این گفته شده یا اضافگی چیزی از خودتان بهتر میفهمید. همین سوال ما بازم از عالم دور روی مبارک تان میبوسم. برادر عزیز و برادر قند ما است، برادر دینی ما است. ما شما را دوست داریم به خاطر الله بزرگ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از لطف و احسان و کلمات زیبای برادر گرامی. این حرفای از اینها و این صحبت های اینا البته و ما نیرو میبخشه و ما افتخار ماست و امیدوار هستیم که الله همه ما را در این راه ثابت قدم داشته باشه. و البته انشالله من این سوال راجع میسازم به برنامه پرسش و پاسخ. انشالله در روز دوشنبه جناب مولانا صاحب دهقان در این رابطه انشالله میشه که به صورت مفصل صحبت کنن، چون وقت برنامه هم 2-3 دقیقه وقت نمانده و ما وعده کردیم که به بیننده که بخش سوم کلیپ هایشان پخش میکنیم و روی کلیپ ها تعلیق می داشته باشیم و انشاءالله به سوال شما در برنامه پرسش و پاسخ حتما جواب ارائه خواهیم کرد چون وقت نیست. تشکر میکنم. خب بخش سوم کلیپ های ارسالی شما را میبینیم و بعدش انشاءالله در خدمت شما خواهم بود. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وعدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
ضلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسبه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر 3 خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او تعالی نیست با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند. عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستم و بخش سوم کلیپ های ارسالی شما را دیدم. البته دوست عزیز در اتاق کنترل لطف کردن چند دقیقه به ما اضافی دادن. خب محمد متین جان از کابل سوره انشقاق تلاوت کرد. حقت حیث محمد متین جان حی متوجه باش. کدحن الى کدح، بله کلمه کدح و کدحنه باز هم مشکل حی بود، حرف حی را درست تلفظ نکردی. فاما من اوتی کتابه، فاما من اوتی کتابه اظهار درست است. فاما من اوتی، چون بعد از او همزه است. فاما من اوتی کتابه نمیشه، اخفا اشتباه است. فسوف یحاسب حسابا یسیرا درست است. فسوف یحاسبونی، یحاسبو اشتباه است. محمد متین جان امیدوار هستیم که دوباره این سوره را تلاوت بکنی و متوجه باشی هنگامی که میخوانی، متوجه کسره و ضمه و فتحه و تشکیل و اعراب باشی. همچنین و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، ظهره کلمه ظهره هم متوجه باش. بعدش تسنیم جان از ایران سوره تین و التین و الزیتون خوب تلاوت کرده. احسن دخترک گل. غیر ممنون، ممنون ممنون دخترک گل. الحاکمین، حاکمین حاکمین خوانده نمیشه، حاکمین پر نمیخوانیم، حاکمین. الیس الله باحکم الحاکمین. خب ما خیلی سرین یادداشت گرفتیم. محمد هارون جان تشکر میکنم. آیه 111 سوره مائده، البته 2 درس گذشته ما را 2 درس قبل تلاوت کردی. البته اشکالات وجود داشت، امیدوار هستم که بر بگردی و این آیه را دوباره بخوانی. اوحیتو و اذ اوحیتو الی الحواریین واشهد، واشهد واشهد نیست، حی نیست، واشهد. دیگه حل، کلمه حل باز حل خواندی. یونزل در حالی که یونزل است. ببین و اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزلني ان ينزل علينا مائدة من السماء. امیدوار هستم که این آیه را دوباره مراجعه کنید چون دیگه هم اشتباه هست. و نکون علیها من الشاهدین 3-4 اشتباه بود و دوستای گرامی وقتی میخوانن، چون برنامه ما آموزش روحانی قرآن است، اشکال نداره که از روی قرآن بخوانن، چون وقتی از حفظ میخوانن متوجه زیر و زبر و پیش یعنی کسره و فتحه و ضمه نمیشن و اشتباهات فاحش رخ میده. تشکر میکنم از محمد هارون جان. امیدوار هستم که آیه را دوباره بخونه. و رمضان جان فکر کنم از تاجیکستان بودن، سوره ماعون تلاوت کرد. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع عین شده داره، یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین نمیخوانیم، الذین هم عن صلاتهم ساهون، صلاتهم صاد.
آمینه گل از تاجیکستان، از دخترک گل ما نهایت تشکر میکنیم. ماشاءالله سوره اخلاص زیبا تلاوت کردن. و اما آخرین بیننده ما عایشه جان از تاجیکستان بودن که البته در سوره فاتحه اشکالاتی وجود داشت. امیدوار هستیم که عایشه جان در برنامه بعدی عین سوره فاتحه را بخوانن و بفرستن و ما در پایان یک بار دیگر سوره فاتحه را به افتخار عایشه جان تلاوت میکنم و همچنین سایر بیننده ها تا استفاده بیشتر شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. خب تشکر میکنم از تک تک شما گرامیان و عزیزانی که تا این لحظه با ما بودین و همچنین تشکر دارم از دوستای ما در اتاق کنترل که در این برنامه وقت اضافی دادن و انشاءالله به سوال بیننده ما که درباره صدق الله العظیم سوال کردن انشاءالله به این سوالشان به صورت مفصل در برنامه پرسش و پاسخ داده خواهد شد. و در پایان از تک تک شما عزیزان بار دیگر اظهار سپاس و امتنان دارم و از حضورتان مرخص میشم. همه شما را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.